سلام به همه شما فالوورهای کیوتم. خیلی خوش اومدین به معرفی انیمه دیگه. امروز قراره یه انیمه عاشقانه و سفر در زمان معرفی کنم. خوشحال میشم که شما هم نظرتون رو بگید. ممکن است دوباره متعالی شدن برای یک بار شگفت‌انگیز به نظر برسه، ولی ریشه همکنون هفتمین زندگیش را تجربه می‌کند. او در زندگی قبلیش طعم هر نوع هیجانی را چشیده، از فروش کالاها به عنوان یک تاجر گرفته تا شمشیرزنی به عنوان یک شوالیه. برای همین حالا مصمم است که زندگی را جدی نگیرد و از آن لذت ببرد. اما برای لذت بردن از یک زندگی مجلل اول باید با شاهزاده خوش‌آرزو ازدواج کند، اما شاهزاده‌ای که بر حسب اتفاق قاتل اوست. تجربه ها و مهارت ها 6 زندگی لازم است تا ریشه بتواند این حلقه زمانی را در هم شکسته و آرزوی داشتن یک زندگی عیانی‌اش را محقق سازد. انیمه در سال 2024 منتشر شد و یک فصل و 12 قسمت دارد. اسمش